مردی سوار اسبش بوده، داشته از یک مسیری رد می‌شده. کنار جاده می‌بینه یک مرد افلیجی وایساده و داره دست تکون میده بهش. میره کنارش میسته، میگه جانم چی شده؟ میگه داداش من خیلی وقت اینجا وایسادم اما هیچکس به من کمکی نکرده. میخوام تا فلانجا برم، می‌بینی که ناتوانم نمیتونم. یه کمکی به من کن منو تا فلانجا برسون. میگه باشه نوکرتم هستم. از اسب که پیاده میشه این مرد افلیجو که بر میداره روی اسب میذاره، به محض اینکه سوار اسب میشه دهنه اسبو میگیره و دبر که رفته. افلیج نبوده، خودشو به معلولیت زده. صاحب اسب همین که یه مقدار دور میشه یارو صداش میزنه داداش یه لحظه وایسا، میخوام یه چیزی بهت بگم. اسب مال تو مثل شیر مادر حلالت باشه، فقط نرو جایی بگو که این اسبو چطور به دست آوردی، چون میترسم دیگه هیچ سواری به هیچ پیاده‌ای رحم نکنه. چقدر این حکایت آشناست، به خصوص توی این روزگار. به قدرتمندان و ثروت‌اندوزان و کاخ نشینا بگید شما که با جلب اعتماد مستمندان و ستم دیدگان و مستضعفا اسب قدرت به دستتون افتاده، شماها نه فقط اسب ما بلکه اعتماد، اعتقاد، ایمان و نان سفرمون رو بردید. فقط به کسی نگید که چطور سوار اسب قدرت شدید. افسوس که توی این روزگار دیگه نه به اعتمادها اعتقادیه و نه به اعتقادها اعتمادی.